سوال میتونم بپرسم که اینکه میتونم 2 تا سوال بپرسم؟ لطفا سوال اولتون رو کوتاه بپرسین، بعد فرصت باشه حتما ادامه خواهیم داد. باشه، ممنون. برادر ایرج، من اعمال رسولان رو که میخوندم باب 1 آیه 18 در مورد مرگ یهودا اسخریوطی صحبت میکنه که اونجا یه قسمتش میگه که به میان به روی در افتاد و احشای اون بیرون ریخت و در انجیل متی باب 27 آیه 5 میخونیم که او خودش رو خفه کرد. خب اگر ما با این حقیقت روبرو بشیم و با این حقیقت بخوایم جلو بریم که انجیل ها از 4 زاویه مختلف این حقیقت رو برای ما باز می‌کردن، اینجا با یک تناقضی روبرو میشیم. یعنی اینکه خفه شدن یهودا اسخریوطی و پارش شدن و ریختن احشای اون به بیرون. خب این تناقض رو ما چطوری میتونیم بفهمیم که این درسته برای این حقیقته، این درسته یا اینکه اون درسته؟ ممنون میشم. این سوال اول. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خدا رو شکر که با دقت کلام خدا رو میخونید و این خودش شایسته است و قابل تحسین. عرض کنم خدمتتون که یک موضوع کلی اول بگم بعد جواب سوال شما رو سریع خواهم داد. وقتی که داریم کلام خدا رو مطالعه میکنیم و میخوایم خوب یاد بگیریم، یکی از نحوهایی که کلام خدا رو مناسب هست که وقتی تفسیر میکنیم یا میخوایم معناش رو قشنگ بفهمیم، این که اولا یک حقیقت کلی رو باز در نظر بگیریم که در کلام خدا در واقع تضاد، یعنی کلام خدا رو قسمت‌های مختلف رو نمیتونیم بذاریم پلو همدیگه به عنوان یک تضاد به اونها نگاه کنیم. ممکنه که هنوز به عمق اون موضوع نرسیده باشیم، برامون روشن نشده باشه که موضوع چی هست. پس بنابراین به اونها به عنوان تضاد نگاه نمی کنیم، به اونها به این ترتیب نگاه کنیم که اینجا یک موضوعی هست و این دوتا بغل همدیگه وقتی میذاریم به نظر میاد که تضاد هست، ولی چون کلام خدا در وجود کلام خدا تضاد نیست، بلکه ممکنه که مسائلی باشه که برای ما روشن نباشه، باید کند و کاف کنیم. حالا شما تصور کنید یک نفر میره بالا یه صخره یا یه جایی، برفرض میگم خودش رو میخواد حلق آویز کنه و وقتی که حلق آویز میکنه به نحوی حلق آویز میشه، این طناب ممکنه که پاره بشه و اون شخص از اون بلندی بیفته پایین روی صخره و احشاش بیرون بره. یعنی اینکه شما میتونید یک همچین تصوری برای خودتون داشته باشید و نگاه کنید، چون باور اصلی این است که در کلام خدا تضاد نیست، پس باز دنبال یک توضیح بگردیم و توضیحی که قابل قبول باشه، هم از لحاظ منطقی قابل قبول باشه. البته وقتی که معجزه در کاره، بعضی موقع معجزه برخلاف روال طبیعی هست. خب وقتی میگیم که عیسی مسیح آب رو تبدیل به شراب کرد، پس اینجا یک معجزه هست و اون نمیتونه به صورت طبیعی توضیح بدیم، ولی این رو میشه توضیح داد به این ترتیب که بله ایشون خودش حلق آویز کرد، در ضمن حلق آویز شدن خفه شد، منتها همزمان از اون بلندی به پایین افتاد و این باعث شد که احشاش بیرون بریزه.